چطور دنیا تغییر میکنه اگه یک روز ناگهان تمام مردم دنیا کور بشن؟ وحشت و فریاد. بعد از 1 دقیقه تصادف‌های زنجیره‌ای. بعد از 2 دقیقه سقوط هواپیماها. بعد از 3 دقیقه اینترنت قطع می شود. بعد از 5 دقیقه هرج و مرج در بیمارستان‌ها. بعد از 10 دقیقه گوشی و لپتاپ بی استفاده می شوند. بعد از 15 دقیقه تلویزیون ها خاموش می شوند. بعد از 30 دقیقه سقوط اقتصاد. بعد از 1 ساعت افزایش سرقت. بعد از 2 ساعت مدارس مختل می شود. بعد از 3 ساعت آشپزی سخت می شود. بعد از 6 ساعت مد و استایل بی معنی می شود. بعد از 8 ساعت آرایشگاه ها تعطیل می شود. بعد از 12 ساعت شرکت ها تعطیل می شوند. بعد از 1 روز فوتبال و ورزش ها تمام می شود. بعد از 2 روز لمس و صدا جای چشم را می گیرد. بعد از 3 روز شناخت افراد با صدا ممکن می شود. بعد از گذشت 1 هفته حمل و نقل متوقف می شود. بعد از 2 هفته حیوانات گیج می شوند و بعد از 1 ماه غذا خوردن بابو انجام می شود. بعد از 2 ماه عکاسی و سینما نابود می شود. بعد از 3 ماه موسیقی رونق می گیرد. بعد از 6 ماه مهارت های لمسی قوی تر می شوند. بعد از گذشت 1 سال پارک ها تعطیل می شوند. بعد از 2 سال تبلیغات بی اثر می شود. بعد از 3 سال پزشکی به لمس و صدا متکی می شود. بعد از 5 سال قوانین تغییر می کند. بعد از 10 سال زندگی کاملا جدید می شود. بعد از 20 سال شهرها باز طراحی می شوند و در نهایت بعد از 50 سال دانشمندان دنبال درمانند.